دکتر صاحبا که سوالات دان مانده میتونید که از جناب استاد پرسان کنین که به سوالات دان انشالله پاسخ داده شود. سلام علیکم استاد، میتونم سوال پرسم کنم؟ با چشم چرا حتما. تشکر بسیار زیاد از سمینار بسیار مفیدتان. من از سوال داشتم. یکی که مهم. میخواستم پرسم، کسی که به یوسیمیلی مادگی گرفته باشه او میتونه که در امتحان کامیاب شوه یا خیر؟ و دومی که اویتی و آیلس ای باید پیش از اینکه ما امتحان پلاب بتیم باید امتحانات رو سپری بکنیم، یا ای که بعد از اینکه در پلاب اول کامیاب شدیم باز بود از امتحان بتیم؟ و دیگه مهم. که سند پلاب کس ایده کدام کشورها قابل اعتبار است؟ مثلا امتحان اگزیتی که ما در افغانستان میتیم فقط افغانستان قابل چالش است، اما مهم. مثلا یوسیمیلی را اگر کس امتحان به کشورهای عربی باشه، آسیا باشه، در قسمت ها قابل اعتبار است. اما قسم ما پلاب هم مثل یوسیمیلی باره در دیگه کشورها هم قابل اعتبار است یا خیر؟ تشکر. مهم. تشکر و خیر باشین. ببینید دکتر سری محترم، اولی که یک چیزی که خیلی واضح و آشکار است، درست است. یو سیمولی بالاترین امتحان از در سطح جهان است، یعنی خیلی یک ارزش زیاد داره است. اما قسم مو شاگردایی که یو سیمولی آمادگی میگیره از نگاه همون چیزایی که اونا رو خوانده، میدونه که به خیلی آسانی اونا پلاب را پاس بکنن. اما پیش از این که اونا می پلاب را یعنی پاس بکنن، فقط همه خطر است که به همراه شرایط امتحان خود را آشنا بسازه است. و بعضی تاپیک هایی که مثلا نو از در پلاب اونا راش فهرستش ببینه، مثال براتون میگم جریاتریک مدیسن، درست است. اونا رو ببینه، فقط یک مرور بکنه، علاوه از او خیلی باسانی میتونه که پلاب را پاس بکنه، مثلا در 1 ماه یا 2 ماه میتونه که پاس بکنه. مختر از اینکه یوسیملی سختتر است از امتحان پلاب کرده است. لیکن یک چیزی که خیلی شما برشان ببخشید ما اگر یادآوری نکرده باشم این است که اگر شما یوسیملی استپ 2 را داده باشین، در اون صورت شما میتونید که پلاب را باز باسانی باز بکنین. اما اگر شما یوسیملی استپ 1 را خوانده باشین، چون خیلی از اون سواله از اونها تیوریتیکی هست، یعنی تیوری است، در اون حالت باز شما یکم وقت زیاد را کار دارین تا که پاس بکنین پلاب را. صحیح است؟ شاید 1 الی 2 ماه نسبت به شاگردای دیگر. چرا؟ بخاطر از اینکه پلاب وان همش پارا چی از کلینیک است. صحیح است؟ همه سناریوی کلینیکی داره، یعنی 180 سوال یک دانش 180 سناریوی کلینیکی است. صحیح است؟ هیچ کدام سوال پارا کلینیک نداره. مثلا بگه که اینی انزایم در این استیج، مثلا گلایکولیسیس چطور میشه، کم میشه، زیاد میشه، یا وظیفه چی است. تو یک سوال نداریم ما در پلاب یک. در پلاب یک از الف تا یا، از سوال اول تا سوال 180، اگر اون مربوط گسترو میشه، سرجری میشه، مثلا پیدز میشه یا هم پلمو میشه، کلشون سوالای چی است؟ سوالای کلینیکی است. درست؟ یکی شد. دومی که پیش از امتحان پلاب یا شما باید سکور آیلتس داشته باشین یا هم اویتی. وقتی که سکور اویتی شما بگیرین، اونا را باید شما به یک اکانت جی ام سی میسازین، خود راجستر میکنین و سکور خود رایی میکنین. 1 الی 2 هفته وقت میگیره که امو جی ام سی سکور شما را اپروف بکنه. بعد از اون که اونا سکور شما را اپروف کرد، امو لحظه باز شما میتونین که امتحان را بک بکنین. یعنی اول شما باید یک سکور آیلتس و یا هم اویتی را داشته باشین که او وریفای شده باشه توسط جی ام سی و جی ام سی. بعد از اون شما میتونین که اگزم پلاب را بک بکنین. صحیح است؟ یعنی پیش از اینکه شما یعنی اگر شما بخواین که پلاب را امتحان بدین، امپاسیبل است که شما مثلا اون را بک بکنین اگر اویتی نداشته باشین. سوال سومتانی بود که پلاب خود در کدام ممالک یعنی قابلیت هیچ چیز داره که قبول میکنه. خب وقتی که شما پلاب 1 و 2 را داشته باشین، پلاب 1 را اگر داشته باشین، سیس و نیوزیلند شما اپلای میتونین، یعنی اونمو استپ 1 امتحان شورای طبی نیوزیلند داشت از شما اگزمت میکنه، درست است؟ یعنی از شما از اون اکسکلود میشین، میتونین که در پاردوی از اونها بشینین. و یک چیزی را که من در وبینار گفتم اون بود که خود پلاب که هست یک امتحان چی است؟ جی ام سی رجستریشن است، یعنی جی ام سی رجستریشن از شما میگیرین.
صحیح است. اگر شما یک وظیفه که به لول امو باشه، یعنی میدیکال آفیسر باشه، سینیر میدیکال آفیسر باشه، سینیر هاوس آفیسر باشه و یا در یک ملک خارجی باشه، مثلا ممالک عربی و اینجا، شما میتونین یعنی اون سیت رو پیک بکنین، یعنی شما الیجیبل هستین امرایش. صحیح است. و میتونین که برش اپلای بکنین و همون جاب رو بگیرین. اما وظیفه که به یک لول تخصصی باشه شما نمیتونین رو پیک بکنین. درست است؟ دیگه خدا کنه که هر سه سوال شما را جواب داده باشم. تشکر. بله است. تشکر. سلامت باشین. باشه. سلام. اول میتونم میشنوین استاد؟ میشنم. ببخشید صدایتان یکم که هیچی هم من نفهمیدم. اه، استاد جان، من دو تا سوال داشتم از شما. سوال اول می است که بفرمایید بفرمایید. من خودم یک دکتر هندی هستم، فعلا یک ویزه بشردوستانه گرفتم کشور ایتالیا. مهم. و وقتی که من بیشتر جستجو کردم در امتحان پلا باید پاسپورت داشته باشی، خب مهم. درست است؟ مهم. درست درست. و من خودم فعلا ویزه ایتالیا رو گرفتم، 12 آگوست پرواز دارم میرم ایتالیا. متاسفانه که اونجا مهم. برم احتمال داره، احتمال خیلی زیاد، چون معلوماتی که ما دارم پاسپورت کشور مدار رو میگیرن و برای ما یک ترایل داکیومنت میتن که باز ما فکر میکنم امرایز بدیم. شما چقدر معلومات دارین؟ مهم. خب همین یک دانه سوال به نظرم که شما گفتین که من ایتالیا میرم و همونجا یعنی باز از پیش من پاسپورت میگیره. درست؟ و مهم. ایران ما چک کردم در خود ایتالیا امتحان پلاب گرفته نمیشه، مگر به کشور دیگه مهم. بریم، کشورهای عربی، مهم. پاکستان، ایران، اینا باید بریم. مهم. آره. درست. ببینید دکتر صاحب گرامی، هر آن چیزی که شما به واسطه از او جی ام سی رجیستریشن گرفته باشین که همون پاسپورتتان از، درست است، در روز امتحان اون را از پیش شما میخواین. اگر نداشته باشین اجازه داخل شدن به امتحان را بر شما نمیده. اگر او به تذکره باشه، اگر او به پاسپورت باشه، بعضی از شاگردا بودن که در پاکستان توسط تذکره میتونستن، اما زیاتر به این ممالک مثل افغانستان شما باید پاسپورت داشته باشین و به اون نمبر پاسپورت که شما اپلای کردین، اکاونت جور کردین در جی ام سی و اگزم را بوک کردین، او را باید داشته باشین. صحیح است؟ اگر نداشته باشین اجازه نمیده برای شما که به امتحان داخل شوین. و دومی که در گفتین در ایتالیا هیچی نیست، اگزام سنتر نداره. خب مثلا در افغانستان هم نداره. بر از اونها ما چیز کردن نمیتونن. در هر آنجایی که مثلا بر شما راحت است و یا هم رسیدگی کردن میتونین اونجا شما مثلا امتحان بتین، همون سنتر را بک بکنین. مثلا در عین پاکستان ما دو سنتر داریم، یکی در کراچی است، یکی هم در اسلام آباد. من کراچی را بک کرده بودم لیکن خیلی دور بود، 16 الی 18 ساعت بود. او را کنسل کرده، باز من اسلام آباد را بک کردم. صحیح است؟ اما در افغانستان نداریم امتحانات پلاب و چی و این چیزا را. دیگه به خاطر از اون مجبور هستین که شما در یک ملک برین و اونها چی داشته باشه، یک سنتر داشته باشه برای چی پلان. خب یک دو سوال در بخش کامنت گفتن که شما م، خب یک چیز شما نیاز دارین، یا آیلتس و یا هم OET. درست است؟ تو نیست که شما اردویش نداشته باشین. باز اگر شد خیر، کدام روز درباره همین. خب یک چیز خیلی خلاص که من درباره آیلتس و OET بگم. OET خیلی آسان تر است نسبت به آیلتس، اما فیسش بالاست، مثلا $455 است. درست است؟ آیلتس که یک کم چی است، سخت است، مغلق است، اما فیسش خیلی کم است. دوم، امی هر دو امتحان آیلتس و OET از خود خوبی ها هم داره، یعنی یگان نواقص هم داره. مثلا OET نتیجهش 17 روز بعد میاد، شما باید 17 روز منتظر باشین تا که نتیجه OET تان بیاد. درست است؟ و در عین این مقدار وقت اگر شما این امتحان داده باشین، دو بار میتونید که امتحان بدین تا که نتیجه اویتی میاد، شما میتونید دو دفعه امتحان ایچی بدین آیلتس. اما آیلتس باز مشکلش چی است که خیلی سخت است. درست؟ شاید بر بعضی مردم آسان باشه اما بر من سخت تمام شده بود. و دیگه ای که آیلتس امی خود ایچی که است اویتی
زیادترن، یعنی 99% ترمینولوژی طبی است. سر و کارت امرای مریض می باشه، اگر در ریدینگ است، در رایتینگ است، در لیسنینگ است، در سپیکینگ است. اما در آیلتس بر شما شاید ایدن تاپیک بیاره میگه در نظام شمسی چند دانه سیاره است، درباره کهکشان شما مثلا یک تاپیک نشته کنید که اصلا نمیفهمین، رای خود گم میکنین. اما در اویتی چیزا باز نیست. در اویتی مثلا یک دونه کیسلو رو بر شما میته میگه از اینی یک رفرال لیتر بسازین. صحیح. خب یک سوال دیگه از گفته که آیا از استاد افغانستان امکان بفرمایید. بسیار زیاد میبخشین استاد، صحبتتان قطع کردم چون سوالم در این خواهش قسمت می‌کنم. بود. استاد اگر کس اویتی را هوم بیس که امتحان میتن، چون در افغانستان خصوصا ترش نیستن، این هوم بیس باز قبول میشه؟ هوم بیسد چند دانه دوستایم امتحان داده بود، اونا ریجکشن خورده بود. درست است، قبول نمیکنه. وقتی از که در اوایل قبول میکرد، اما بعدا فهمیدن که اینا یک کار فیک است. صحیح. به خاطر از که مثلا بعضی امیل لحظه هم در افغانستان بعضی کورس ها هستن که اونا اویتی رو بر شما به واسطه پیسه پاس میکنن، اما زیادترشون ریجکشن میخوره. زیادترشون. صحیح. یعنی هوم بیسد ریجکشن میخوره. و دومی که به نظرم یک چند وقت پیش جی ام سی خودش را اعلان کرده بود که هم بیس را ما چی نمیکنیم، اکسپت نمیکنیم. استاد میبخشین یک سوال دیگه هم دارم. استاد مثلا یک موضوع رو ما میخوانیم بالای زمانه میفهمیم، بازی تو کدام ویدیوهای خاص است، مثل که با مطلب در امتحان یوسی ملی یا در کدام امتحان دیگه کدام ویدیوهای سپیسیفیک می داشته باشه که مطلب موضوع رو نفهمی میتونی اونجا برینی. با امتحان پلی به تو کدام ویدیوهای خاص است که یک موضوع نفهمیم با او رجوع کنیم؟ خب خیلی زیاده. سعی کنین. خب مثلا یک مثال براتون میگم. خود یک مثال عادی، یک کلینیکال اگزامینیشن از درست شما نمیفهمین سرش. صحیح است. خود اونمو افرادی که در پلابل اونا همی اپلیکیشن را جور کرده برای خود ویدیو ساختن. صحیح. علاوه از اون یوتیوب خیلی زیاد ویدیوها داره، مثلا گیکی میریکوز هستن، مثلا بی ان بی، و هر آن ویدیویی که شما میتونین از اون به اندازه که از شما در امتحان اونا یعنی میخواه اونم قدر یاد داشته باشین. خیلی آسان در از هر سورس استفاده کرده میتونین، در هر جای پیدا میتونین. و در مسئله پلر اینقدر مغلق از شما پرسان نمیکنه که شما بر از اونا خیلی زیاد سرچ بکنین، یا مثلا دکتر نجیب ببینین یک 10 ساعت ویدیو را، یا هم ویدیو را ببینین که به خاطر یک کلمه یاد گرفتن شما 1 ساعت را مثلا ویدیو ببینین. نه خیر. خیلی سوالای بیسیک هستن. شما یک بار مثلا برین ببینین. سوالای هستن که شما اگر در یوتیوب مثلا 3 دقیقه 4 دقیقه ببینین میتونین که نمو تاپیک را بفهمین. صحیح است. یعنی اینقدر چی نیست که یک مجموعه از ویدیوها همراه شما باشه که شما باید حتما اونها را دیده تا که پلاب را پاس بگیرید. اما طریقه که پلاب را تشریح کرده، یک سوال را، یک تاپیک را، اون موردن انف است. یعنی شما میتونین که کاملا اونو بخاطر که ببینید من از پاکستان فارغ شده بودم. درست است. زیاتر چیزایی را که ما در دوران طب خود نفهمیده بودم که به انگلیسی خوانده بودم، امتحان داده بودم اونجا، ما در پلاب فهمیدم. وقتی که این طریقی که اونا امی موضوع را کمپایل کرده بود، مثلا اون طریقی که اونا تشریح کرده بودن، باز کامنت سیکشن را خواندم، باز نظریات مردم را خواندم، اون موضوع تا به امروز از یاد من نرفته. صحیح. ولی باز هم اگر شما نمیفهمین، خیلی ویدیوهای هستن، مثلا بی ان بی است، مثلا گیکی میدیکوز و این چیزا هست، این چینل هست که شما از پیش از اون استفاده میکنید، میتونید استفاده بکنید. نه خیر باشین، سلامت باشین. خب یک سوال از درباره هزینه و مصارف امتحان. خیلی خلاص براتون بگویم، اگرچه در یک کمی و زیادی میتونه آمده. $455 اگر شما اویتی امتحان بتین. صحیح است. $455 اویتی
و اگر شما امروز یک دانه استاد اویتی را آمادگی میگیرین، حداقل اونها از پیش شما مثلا 4 تا 5 هزار اونا خود گرفتن. 4 تا 5 نه بلکه 2000 باختر از اینکه به کلدار به اونا تبدیل میشه اگر یک استاد پاکستانی پیدا بگیرین یا همینجا در. خب خیر، بازم براتون چیز را اینجا من براتون صادقانه میگم، هر آن شاگرد، هر آن دکتری که اونا اویتی را آمادگی میگیرن، صحیح است، من حاضر آماده هستم که لیترشانه مثلا اگر اویتی امتحان میتن لیتر از اونا را چک بکنم فری، سپیکینگ سیزن امرایشان بگیرم فری، یعنی تا که با اویتی آماده میشن. درست است؟ یعنی از اینمی هزینه اویتی ما کاملا امرای شما کمک میکنم. صحیح است؟ مثلا لیترهای شما را چک میکنم، امو اگزام چکس همه چیزا رو بر شما نشان میدم و یا هم معرفی میکنم. درست است؟ یعنی از مصارفی که شما برای آمادگی اویتی برای کسی دیگه میتین، خیر من حتما هستم کمک میکنم. خب $455 اویتی شد. بعد از اون تقریبا $300 فیس امتحان پلب 1 است و تقریبا $50 اگر شما سابسکرپشن پلب بگیرین. خب تا به امتحان پلب 2 یعنی اویتی پلب 1 و سابسکرپشن پلب و یا هم اگر مرج بشن بگیرین در حدود $700 الی $800 میاد. صحیح؟ این بدون از اینکه شما ویزه پاکستان رو بگیرین پاکستان برین و مصارف بود و داشتن در پاکستان. صحیح؟ یعنی 700 تا 800 همه خدر مصرف میاد سر شما. اگه مثلا شما باز ویزه پاکستان رو بگیرین، مثلا یک نفر $50 میگیره، یک نفر $5000 میگیره، طبعا سر مصارف پلوان تاثیر میکنه. لیکن اگر مثلا من برای فعلا در پاکستان باشم، سایز بدون ویزا و مثلا مصارف دیگه، $455 اویتی شد و تقریبا $300 چی شد فیس امتحان پلب 1 و همون مصارف پلب که در حدود $50 میشه. باز مسئله پلب 2 که از باز اونا مثلا $1300 در حدود $1300 چی است فیس امتحان پلب 2 است. بعد از اون شما مثلا بانک استیتمنت رو باید جور بکنن. باز درباره پلب 2 خیره بخاطر از اینکه خیلی یک موضوع چی است که آدم سرش حد داخل یک سمینار دیگه بگیره تا که اون موضوعات رو مکمل کاور بکنه. چرا که من میره هم این پلب 1 رو هم دقیق قدر بصورت سرش پیش رفتم، خیلی سوالا مانده هم یاله دیگه اینا نمیتونیم سر پلب 2 هم گپ بزنیم. خیلی بازور در آینده ها با سرش یک سمینار خود گرفتیم. استاد میبخشن نمیشه که کدام صنف جور کنین یا کدام پروگرام مد نظر داشته باشین که از ابتدا تا انتها تا اون موضوع اگر بدین یا که حداقل مثل منتور وری امروی ما باشین و کاری بکنین، مثلا از اویتی گرفته تا آمادگی به خود امتحان تا که میریم به امتحان، اگر تو وقت داشته باشین، اگر تو کدام نظر داشته باشین امکاناتش اگر باشه که اگر تو اکسن بگیریم که باز ما بتونیم ثبت نام بکنیم. و تشکر از اینکه لطف کردین گفتین به شکل رایگان. خب به نظر من اگر رایگان باشه ما که شاگرد هستیم، یعنی چون میگیم رایگان است یعنی غیر از کنیم یا درست پابند نباشیم، که فیس بگیرین شاید بهتر باشه و خوبی می باشه که همگی ما تشویق میشیم و که جوین شویم در صنفات من حاضر باشیم. و از اون استاد میبخشین یک پرسانم میکردم که آیا تفاوت سال فراغت که تا وقتی که ما استیپا را پاس میکنیم و با تخصص زوج باز اپلای میکنیم این رول داره یا خیر؟ مثلا کسی که تازه فارغ باشه اینا جذبشان بیشتر می باشه، یکی کسی که اگر یک وقفه می داشته باشن؟ در این باره معلومات میخواستم. درست شکر. خب ببینید دکتر صاحب محترم، اولی که ما خود استاد نیستم، درست است، همه ما باید دست کمک باشیم در هر حالت برای که دیگه خود. صحیح است؟ مسئله استادی و شاگردی اصلا وجود نداره، همه ما مثلا در یک لیول هستیم. دومی که بچه شمشورانه هر آن وقتی که شما باز تنظیم کردین بخصوص چندین، یعنی همون چندین نفر در یک وقت اگر یک سن برشان دایر شود، درست است، دو صورت میشه نسبت به که مثلا یک نفر باشه و تیت پراگنده باز برای اونا را مثلا منظم آدم نمیتونه. صحیح، درست است از او خاطر. و دومی که خب من صادقانه بهتون میگم امی سجن ریکارد میشه، درست است که ما به خاطر پول نگفتیم هیچ گپ را و میتونم که خیلی صادقانه و خیلی با اخلاص بلکه خوش میشم که امروز از اون عده شاگردایی که یا دکتر صاحبایی که اونا میخوان
در مسیر یا در پتوی پلب پیش برم، من همراهشان کمک میکنم. چرا؟ یگانه دلیلش این است که اینمی سختی ها بالای من تیر شده. اگرچه من در پاکستان بودم، لیکن هر آن روزی که مثلا من برای یک چیز محتاج می بودم، از یک کسی پرسان میکردم، اگر یک نفر بر من جواب نمیداد، کسی دیگه بر من جواب میداد. همون کسی که بر من جواب داد تا به امروز من از شاید دستای از اونها را ببوسم، چرا از برکت راهنمایی از اونها ما به این لیول به این جای رسیدیم. صحیح است؟ دیگه هر آن وقتی که شما صنف را منظم میکردین و یا هم دکتر صاحب امیری لازم و چی میدید، ما حاضر هستم خیر امروز شما کمک میکنم. یک اونا گفتم که درباره امی امتحان شما نمره دکتر صاحب امیری با تماس شوین، خیر باز هستیم. دومی که یک چیز دیگر رو شما گفتین، هر قدری که شما فرش گریجویت باشین، اما قدر یعنی شما زود میتونید امتحان را پاس بکنید. یعنی یک چیز خیلی ظاهر و آشکار درست است. مثلا شما امو مضامین یا امو موضوعات را که در دوران طب خواندین، اونا بر شما خیلی تازه است که شما در لب هم بخوانید. اما اگر یک سر یک کس 10 سال تیر شده باشه از گریجویشن از اونا، و بعد از اون شما مثلا یک تاپیک را میخوانین، خیلی سخت براتون تمام میشه. صحیح است؟ از نگاه ازی که شما مثلا جی ام سی رجستریشن بگیرین، خدا کنه که شما 50 سال قبل فارغ شده باشین، بازم میتونید که جی ام سی رجستریشن بگیرین، درست است؟ و دومی که درباره تخصص، شانس تخصص، خب یک چیز دیگه خیلی در پلاب مهم است که کلینیکال گپ باید نباشه. این که مثلا شما پلاب را 10 سال بعد پاس میکنین، 20 سال پاس میکنین، ایش مهم نیست. اما این که شما کلینیکال گپ داشته باشین، بازینی در وظیفه گرفتن و یا هم در این که شما شامل پروگرام تخصص شوین، یک کمک تاثیر منفی داره. یعنی اگر یک گپ خیلی چی بگویم بر شما کلی است که خود را مصروف بکنین، یعنی کلینیکال گپ بین سال فراغت و تا وقتی که شما پلاب امتحان میتین باید نداشته باشین. سلام خب دکتر یک سوال صاحب. بله بفرمایید. دکتر ثابت بود که ما آمادگی بر اویتی و پلاب هم شروع کرده بودم. باز یکی از دکتر صاحبا بر ما گفتن که بسیار مشکل است وقتی که پلاب یک سپری کنید، چون ما سند ترانسکریپ و اوزجاب و دیپلم دارم، اما اگزیت از ما نگرفتن، اجازه ندادن. به این خاطر من شامل تخصصم شده نتونستم. بر ما ایره گفتن که حتما باید 1 سال تجربه تخصص داشته باشی که بعد از اینکه امتحان پلاب دور پاس کردی باز بتونی وظیفه بگیری، حداقلش 1 سال. اما شرایط قسم است که از ما اگزیت نمیگیرن. وقتی که اگزیت نگرفتن باز ما نمیتونیم که شامل تخصص شویم و تجربه کسب کنیم. باز من یگان کشورهای دیگه مثل ایرلند هم معلومات کردم، او هم میتونه امتحان بدی، اما امیر دقیق نمیفهم که حتما لازمی است که بعد از پلاب تو به خاطر که وظیفه پیدا کنیم باید تجربه تخصص داشته باشیم یا نه. درست. خب ببینید دکتر صاحب محترم، خب شاید کمک معلومات غلط برای شما داده باشم. برای گرفتن وظیفه در انگلستان بعد از اینکه شما جی ام سی رجستریشن گرفتین، تخصص شرط نیست. یعنی که شما بگین که یعنی تخصص دارم انال وظیفه گرفته میتونم و ما تخصص یا کسی دیگه تخصص نداره او وظیفه نمیتونه گرفته. نه خیر، این شرط نیست. اما کمک میتونه که مثلا یک کسی که به لیول تخصص درس میخونه او یک جاب را ایزیلی پک بکنه. صحیح. اما در گرفتن وظیفه تنها شامل بودن در امتحان تخصص شرط نیست. خیلی چیزایی که مثلا ما اصلا در افغانستان نمیشناسیم. مثلا چند وقت پیش من در شبخانه رفتم، به خاطر پلپتو ما باید سر کلینیکال آدیت کار میکردم. من پیش چندین دکتر رفتم، اونا نمیشناختن که کلینیکال آدیت به معنای چی. صحیح. و برای گرفتن وظیفه بعد از اینکه شما مثلا جی ام سی رجستریشن گرفتین، 3 چیز خیلی عمده است، چون دنیای رقابت است. آیا تو ریسرچ کردی یا نه؟ آیا تو کلینیکال آدیت کردی یا خیر؟ و آیا تو مدیکال استودنت تیچینگ اکسپریانس داری یا نداری؟ اینی 3 چیز. وظیفه گرفتن شما کلا سر از اینی 3 چیز میچرخه. اما این نگفته که آیا تو متخصص هستی یا خیر. صحیح است. و یعنی هدف می است که 1 سال تجربه و این چیزا هیچ معنا نمیده. مثلا من میل اموشیپ میکنم در شبخانه خان. خب اگر قسمی بود من اصلا این وظیفه را شروع نمیکردم، من باید تخصص شروع میکردم. اما تخصص شرط نیست.
فقط کلینیکال یک وظیفه کلینیکی داشته باشی درست است. اونو خیلی کمک میکنه که تو یک وظیفه را پیک بکنی یا یک وظیفه را بگیری. صحیح هر هم قدره که پلاب پتوی سچوریتد است، اما ما از خیلی کسا شنیدیم که برای افغانا یک دانه یک پرایورتی خاص میتن. درست است. و ما چندین دانه دوستایی که مثلا من شخصا میشناسم اونا وظیفه را پیک کردن در حدود 3 الی 4 ماه. دومی که درباره AMC یعنی رجیستریشن. دکتر صاحب محترم، اگر شما AMC را نداشته باشین شما نمیتونین که پلاب پتوی را پیش ببرین. یعنی AMC داشتن یک شرط از برشان. صحیح دیگه. من خودم هم AMC رجیستریشن ما تا بالا کمپلیت نشده، اما اینکه مثلا ما PMDC از پاکستان گرفتیم رجیستریشن خود را دیگه، اونو امرای ما کمک کرده که مثلا سرازی پتوی پیش برم. اما در افغانستان اگر AMC نداشته باشین مشکل است. و دومی که چون در افغانستان همین شرایطی که وجود داره درست است، مثلا طالبان ممانعت کرده امرای اگزیت اگزم، شما میتونید که عین اینمی موضوع را امرای GMC شیر بکنین از طریق ایمیل که جواب از اونا چی است، اونا بر شما چی جواب میده. درست دیگه. به اون خاطر تا به فعلا اگزیت را پاس کردن و یا هم AMC را داشتن شرط است. بله. دکتر صاحب اجازه است یک سوال کنم؟ بفرمایید. یک سوال دوباره می منابع پلاب است که plabable.com که هستی عضویت رایگان است، مثلا بی ان بی ویدیوش پیدا میشه. دوم دوباره امتحان او ای تی است. مثلا برای شما ترجیح میدین که شاگردای طبی سر آیلتس کار کنه بهتر است یا او ای تی؟ دیگه اگه مسیر او ای تی را دفترچه کنیم کاتاتر تشکر میشه از افغانستان امتحان داد یا کشورهای دیگر رفته نمیشه؟ درست شگرد. ببینید دکتر صاحب محترم، خب پلایبل سابسکریپشنش فری نیست. درست است. یکی پلایبل خودش هست که ساده است، هیچ کدام جیمز نداره امرای خود. اون به نظر 25 پوند است. درست است. باز جیمز از اون که امرایش میگیری 10 پوند دیگه است که تقریبا در حدود 35 پوند میشه. درست است. اینا را باید شما یعنی پول بتون تا که اون شما اکسس برش پیدا بکنین. صحیح است. و دومی که درباره اویتی و در کجا گرفته میشه چکسون اویتی هر مثلا این نظر به فرق میکنه. مثلا من آیلتس را هم در 2 سال 2017 داده بودم، اما وقتی که در این وقتای نزدیک میدادم من خیلی با تنگ آمدم از پیشش. سیس نمیفهمیدم سر زیاد. من اویتی آیلتس را امتحان ندادم و اویتی را دادم. اویتی برای من خیلی آسان تمام شد. چرا؟ وقتی رازی که همه ترمینولوژی که در پلاب بود ما در ببخشید همه اونو چیزایی را که مثلا اون ترمینولوژی که من مثلا در طب خوانده بودم اونو در ویتی هم امرای ما کمک کردن. سیس مثلا زیاتر اصطلاحات طبی، اما در این قسم نبود. سیس یعنی ما زیاتر شاگردا را دیدیم که اونا ویتی میتن و نسبت به اینکه اونا ایلس بودن. دیگه استاد ببخشید می نمره او ای تی است مثل نمره تافل ایت اکسپایر دیت داره که مثلا تافل 2 سال بعد اکسپایر میشه، او ای تی هم قسم است یعنی؟ بله 2 سال بعد ویتی اکسپایر میشه، یعنی اکسپایری دیتش 2 سال است. دیگه در مکان امتحانش در افغانستان امکان داره که از افغانستان آمادگی بگیری مثلا او ای تی را پاس کنی یا نه در کشور دیگه باید بری؟ خب اویتی را از افغانستان پاس میتونه، نه هوم ادیشن پاس میتونه. سیس و اگر آمادگیش اینجا بگیرین اینجا هم پاس میتونین، پاکستان هم رفته میتونین، یعنی ملکای دیگه. لیکن در افغانستان ما فقط هوم ادیشن داریم. تشکر است. بخیر. استاد میبخشین بازم یه سابسکریپشن پلابل که بگیریم بازی برای چقدر مدت است؟ برای 1 سال است یا کم زیادتر است سو کده؟ تشکر. خب 3 ماه هم داره، 5 ماه هم داره. صحیح، یعنی برای 3 ماه هم شما گرفته میتونین و برای 5 ماه هم گرفته میتونین.
خب یک چیز دیگرش فکر کنم که سوال نداره. یک چیزی که درباره پتوی پلر بود، زیادتر مردم ها شما را شاید یعنی تشویق نکنه بر از این پتوی و یا هم شما را ناامید بسازه از این پتوی که این پتوی خیلی پتوی سچوریتد است و یا هم وقت میگیره یا بعضی مسائل دیگه، یعنی پوینت های منفی رو برای شما خود گفت. ببینید ما چند وقت پیش در شفاخانه خان یک دکتر را دیدم اینجا که از انگلستان آمده بود. اونا اونجا کنسلتنت بودن، اونا پلاب 2 اگزامینر بودن، همراه ام آر سی جی پی اگزامینر بودن. اونا وقتی که خبر شد که یعنی ما پتوی پلاب را پیش میبرم و یا هم پلاب برای پلاب آمادگی میگیرم، اونا یگانه مشوره شانی بود که اونا یک مریض اینجا آورده بودن در شفاخانه. خب یگانه مشوره از اونایی بود که هر قدری که شما میتونین زود برای ویزا اپلای بکنین و بیاین، یعنی برای افغانا شانس های خیلی زیاد وجود داره. صحیح، مثلا یک پاکستانی و یک هندی قدر شانس نداره چقدر که افغانا داره. وقتی که از هر نگاه اونا میفهمه که در افغانستان چی روان است و یا هم چی حالتی وجود داره فعلا، از اون نگاه پلاب که است یگانه پتوی است که شما خیلی زود میتونین به یک ملک دیگر برین. مثلا اگر شما 2 ماه برای اویتی دادین، بعد از 2 ماه مثلا شما یک 5 ماه یا 6 ماه برای ایچی دادین، برای اویتی این شد مثلا 8 ماه، درست است؟ و بعد از اون شما مثلا در حدود 4 الی 5 ماه برای ویزا اپلای بکنین، یعنی در حدود 1 سال شما میتونین که تا انگلستان را برین و اونجا پلاب را شما امتحان بدین. صحیح. بعد از اون اگر شما مثلا در سیستم تیبی پیش میرفتین، یعنی در NHS داخل میشدین و یا هم شما کیس منداختین و یا چیزهای دیگه که اونا لازم نیست که سرش اینجا گپ زده شده، اون کار خودتان است. اما این که شما به خیلی زودی مثلا از افغانستان برین و در یک ملکی که خیلی با ثبات شما اونجا میتونین مسلک خود پیش ببرین، حداقل کار بکنین و با یک سیستم منظم کار بکنین، پلاب را من بهتر میبینم نسبت به مثلا استیپ و یا هم AMC و یا هم امتحانات دیگه که است. درست است. مثلا برای یو سی میلی شاید خیلی وقت بتونم خیلی پول مصرف شد، اما برای پلاب قسم نیست. یعنی هدف می است که او دکتری که اینجا آمده بود اونا یگانه هدفش یگانه گپش مشورشی بود که شما هر قدر زود که میتونین برای ویزا اپلای بکنین شما بیاین. اگر اونجا اتچمنتس است، اگر ابزرورشیپ است، اگر ALS و BLS است و همه این چیزای دیگه، گفتم ما بر شما ما چی میکنم ریکامند میکنم و ما دمو تراست که گفت ما کار میکنم دمو شبخانه ما بر شما مثلا کلینیکال اتچمنت میتونم، ما مثلا برای شما ابزرورشیپ میتونم اونجا و هر اون پستی که اونجا اعلام شد مثلا ما شما رو ریکامند میکنم. مثلا در چانسایی که مثلا مربوط ترینینگ میشه شما رو ریکامند میکنم. یعنی ما خیلی چانسای زیاد داریم، یعنی بخصوص افغانا. فقط و فقط این است که ما سر یک پتوی گیو اپ نکنیم، ناامید نشیم. یعنی هم خداوند مو اجر یک لحظه هم برای ما در هر پتوی که میریم، نمیگم که یوسیمیلی یا پلاب و چیزا نه، هر اون پتوی که نظر به شرایط اقتصادیتان، نظر به علمیتتان، نظر به حوصلهتان برای شما خوب تمام شد، اونمو رو بگیرین، ترک نکنین، گیو اپ نکنین. خیلی روزای سخت هم شاید در جریان تیاری ببینین شما، لیکن امو از که بار اگه افتیدی دفعه هشتم باز تجربه خیز. درست است. یعنی پیش برین سرشون و مردمی که بر شما مثلا شما را دیسکریج میکنه اصلا بر شما اهمیت ندین. استاد یک سوال دیگه که در ذهن ما پیدا شده است که ریسرچ چقدر مهم است در اینجا، مثلا حتی در قبولی استپ اول پلاب که میخوای رجستریشن ما را اکسپت کنه، ریسرچ مهم است یا نه می فقط امتحانی پلاب آمادگیش بگیریم؟ یک مسئله دیگه مثلا دومش که خود شما ببخشید این سوال نگرفتین. ببخشید سوال اول چی بود؟ منظور میست که امی ریسرچ خیلی مهم است که ما در اونجا قبولی بگیریم به خاطر ثبت نام مثلا ریسرچ داریم یا نداریم، یا فقط فوکس ما سر امی منابع امتحانی پلاب باشه ای بهتر است؟ خب درست است. در پلاب 1 هیچ چیز نیاز نیست جز اینکه شما فقط تیاری بکنین و امتحان را پاس بکنین. درست است. یعنی ریسرچ داری که شما پلاب 1 را پاس بکنین یا خدا کنه شما 1000 ریسرچ داشته باشین، شما 1000 کلینیکال آدیت کرده باشین، شما 1000 دفعه برای شاگردای تیبی تدریس کرده باشین، اصلا رول نداره. اصلا پلاب 1 از شما فقط چی میخواد؟ صحیح، اویتی باید پاس باشه و پلاب 1 بوک شده باشه و آمادگی گرفته، یعنی تو باید آماده باشی برش و پاس بکنی، بس خیر و خلاص. این میشه شرایط پلاب 1 است.
ای که باز شما میرین در انگلستان و اپلکتور رو پاس میکنین تا به اون لحظه هم این ریسرچ این چیزا رول ندارم. اما روزی که شما برای یک وظیفه اپلای میکنین، سی وی خود را جور میکنین، هر قدر سی وی شما سترانگ باشه اما قدر چانس شما زیاد است که شما یک وظیفه رو بگیرید. مثلا اگر شما ریسرچ داشته باشین، کلینیکال آدیت کرده باشین، تجربه کاری منظم داشته باشین، مثلا ALS و BLS کرده باشین، مثلا برای شاگردای طبی تدریس کرده باشین، اینی همه از اینا امرای شما کمک میکنه که شما اونمو جاب را بگیرید. حتی اگر شما یک سند دیگه رشته دیگه را داشته باشین، مثلا در پبلیک هلت شما ماستری کرده باشین، مثلا شما یک سرتیفیکیت، یعنی اگر هیچ مربوط طب هم نشه او را داشته باشین، اونا کمک میکنه که شما همو وظیفه را بگیرین. اما تا لب تو این ریسرچ این چیزا اصلا رول نداره. اما شما میتونید که مثلا اون ریسرچ خود را بکنین، به خاطر چی؟ به خاطر آینده میگه داشته و کار آید در این قسم، درست؟ لیکن لب یک و لب دو برای ریسرچ چیزا نیاز نداره. تشکر استاد، سلامت باشید. بخیر باشین. خب یک سوال از کامنت سیکشن از گفته که دکتر سه منابع امتحان را یا ریفرنس را از کجا میتونیم تهیه کنیم. خب بازم اگر شما مثلا پلابل را استفاده میکنین، سابسکریپشن از او را بگیرین، صحیح است، امرای جیمز، حتما امرای جیمز بگیرین، بخاطر از اینکه جیمز شما را خیلی کمک میکنه که یک موضوع را به شکل خلاصه یاد بگیرین. و دومی که کتاب های به نام پلابکیز که هارد کاپی از اونا پیدا میشه، نمیفهم که در کابل وجود داره یا نه، من در پاکستان گرفته بودم. خب خیر، هر آن کسی که نیاز داشت من کتابای خود را برشان میتونم کاپی بکنم، پس کتابای اصلی خود را میگیرم. چرا؟ بخاطر از اینکه هر کسی دیگه ای که باز نیاز داشت باز من کتابای خود میتونم کاپی کنم از اون را پرینت بکنین و یا هم پی دی اف از اون را شما میتونید که پرینت بکنین از پلابکیز، اما اپدیتد ورژن صحیح است و برای خود پرینت بکنین. دیگه من از این سورس استفاده کرده بودم، Plavable with James along with پلابکیز فقط یک قسم بود که من زیادتر وقت اگر اسکرین نمیدیدم خسته میشدم، کتاب را میخوندم. و من مثلا هر کس طریقش فرق میکنه. من تا که کتاب فیزیکی امروز ما وجود نداشته باشه هایلایت نزنم، مثلا نوشته نکنم، مثلا استیکی نوت نچسبانم، این قسم باز صحیح یاد گرفتن نمیتونم. از اون خاطر من باز بکاپ یعنی پلابکیز را گرفته بودم امروز خود. اما مین فوکس ما سر پلابل و کوشن بنگ. استاد میبخشین شما یک چیز پیشتر ذکر کرده بودین که شما باید برای خود شارت نوت داشته باشین. من زمانی که مطلب شروع کرده بودم درس را میخواندم فقط یک مضمون اما قسم مطلب شارت نوت گرفتم، اما بعد از دیدم که خود مکمل امی چیکست در سایزی کل شارت است. ای که ما وقت مثلا شارت نوت گرفتن زایی کنم دوباره ایره تکرار میکنم، خب بس همون گپ میشه. از اینکه گفتم چرا حفظ نکنم اما تو میخوانم نی، چون هر نکته از مهم است، نمیشه که یک نکته از رو ما